بچه‌ها سلام. هالووین تنها شبی از ساله که ترسیدن قراره یه جور سرگرمی باشه. اما بین همه کارهای بی‌ضرر مثل تریک اور تریت رفتن، تریک اور تریت به معنای اینه که بچه‌ها یا بزرگسالا لباسای کاستوم میپوشن، لباسای ترسناک و وحشتناک که همه دیدیم، میرن دم خونه‌ها در میزنن و شکلات جمع میکنن، یا پوشیدن لباس ترسناک و رفتن توی خیابون. اما بعضی وقتا یه سری اتفاقای هولناک به وجود میاد که هیچ کس پیگیریش نمیکنه و یا اینکه نمیتونه سرنخشو بگیرن. اما بعضی وقتا واقعا اتفاقای هولناک و غیر قابل توضیح میفته. قتل‌های فجیع و ناپدید شدن‌ها که حتی از کشتارها توی مزرعه‌ها و فیلم‌های ترسناک هم بدتره. امروز قراره که چند تا از پرونده‌های مرموز و حل نشده‌ای که توی شب هالووین اتفاق افتادن رو با هم دیگه بررسی کنیم. توی سال 2015 یه پسر 24 ساله به نام مایکل میلر توی یه خونه‌ای که با دوستاش اجاره کرده بودن شب هالووین که جشن بگیرن یه اتفاقی میفته. مایکل میگفت که حدوداً 40 نفر رو دعوت کرده و به دوستاش هم گفته بوده هر کسی که آشنا این چیز دارین بیارین خونه که دور هم باشیم توی این مهمونی هالووین. و تعدادشون هم تقریبا همین هولوش بوده، 40 یا 50 نفر. مهمونی‌های هالووین لباس‌ها تقریبا صورت‌های افراد رو نمیپوشونن، یا حتی هم اگر که صورت پوشیده باشه یا ماسک یا نقابه که اونم هر از چنگایی باید بردارن، برای نفس کشیدن نمیتونن دائم روی صورتشون نگه دارن. برای همین مایکل به هم خونه شک کرد. یا آقایی بودش که یک لباس عادی داشت ولی یه ماسک وحشتناک به نام الیفنت من یا فیل صورت هم اسم این ماسک هستش که توی چند تا سایت من دیدم، و این اصلا در نمی آورد، کار عجیب غریبی هم نمی کرد. یه گوشه نشسته بود، باعث شده بود که بچه‌ها بترسن. همه حس بدی گرفته بودن و هیچ کس هم اون رو نمیشناخت. خاطر همین مایکل خودش رفت جلو، از طرف پرسید که اسمش چیه. اون مرده با صدای گرفته گفت بیلی. اسمش بیلی بوده و مایکل و کسی از همخونه‌یاش اون رو نمیشناخت. به خاطر همین که نمیشناختنش بهش گفتن که یه لحظه ماسک تو بردار که ببینیمت، اما اون قبول نکرد و ازش خواست که از خونه بره بیرون و اونم رفت. تو همون مهمونی 2 تا از دخترها بیهوش شدن و انگار کسی چیزی توی نوشیدنشون ریخته بوده و مظنون اصلی هم همون مرد نقاب دار بود. بدتر از اون هم توی همون شب 2 تا از خونه‌های همسایه دزدی شده بود و اینکه اون مرد هم هیچ وقت شناسایی نشد و همه فکر می‌کردن که تمام این اتفاقات زیر سر همونه، یعنی به کس دیگه فکر نمی‌کردن و مطمئن بودن که همون یارو بچه‌ها رو بیهوش کرده یا دزدی کرده و تمام این کار وحشتناک اون انجام داده. سندی سانگ یه دختر 21 ساله از کره جنوبی از دانشگاه پن استیت بود. سال 2001 با یک لباس خرگوشی به یه مهمونی هالووین نزدیک دانشگاهشون رفت. تا حدود نصف شب توی کلاب موند و بعد از اونجا رفت خونه یکی از دوستاش و چند ساعتی رو هم با دوستاش مشغول بود و خونه اونا موند. ساعت 4 صبح رسوندنش دم خونش و اون آخرین باری بود که کسی سیندی رو دید. بعد از اینکه ناپدید شدنش گزارش شد، پلیس خونش رو گشت اما هیچ نشونه‌ای از درگیر شدن یا جنایت یا خون چیزی پیدا نکرد و میدونستن که وارد خونه شده چون موج مصنوعیش و کیفش رو و تشکیلاتش گوشه خونه گذاشته بود. فقط کیف دستی و کیف پولش نبود، یعنی شاید دوباره از خونه رفته بیرون. بعد از ناپدید شدنش با کارت اعتباریش هیچ چی انجام نشده بود. خانواده هم گفتن که دختر ما اصلا قصد این که بخواد گم بشه یا ناپدید بشه رو هم نداشت، یعنی انگیزه‌ای برای گم شدن یا خودکشی یا هر چیزی نداشته. و یکی از همسایه‌ها گفته بود که توی محله چینی‌ها که فیلادلفیا بهش میگفتن، یه دختر شبیه سیندی رو اونجا دیده بوده که توی یه ماشین مرد ناشناسی بوده و انگار برای کمک گریه میکرد. سال 2003 مردی به نام هیگو مارکوس سیلینسکی دستگیر شد چون جنازه 5 نفر توی حیاتش پیدا شد. سیلینسکی گفته بود که با یه مردی به نام مایکل توی اون سال سیندی رو از توی خیابون دزدیدن. اونو توی گاف صندوق بزرگی زندانیش کردن و اینکه داخل همون مرد و توی حیات خاکش کردن. اما هیچ کدوم از اون جنازه ها متعلق به سیندی نبود و یه سری بقایای دیگه هم بود که اونا هم ربطی به سیندی نداشت. تنها کسی که میتونست مرگ سیدنی و اینکه دقیقاً کجاست رو تایید کنه خود مایکل بود که خود مایکل هم جزو همون جنازه‌ای توی حیات بود و پرونده تا امروز باز مونده و مدرکی بر علیه سیلینسکی پیدا نشد و هنوزم مشخص نیست که واقعاً چه اتفاقی افتاده اون شب.
توی شب هالووین 2002 کریس جنکینز دانشجوی 21 ساله دانشگاه مینسوتا همراه چند تا از دوستاش اول به مهمونی بشکه آبجو رفتن، انگار یه بشکه باز میکنن و آبجو میزنن دور هم و همچین مراسمی رفتن و بعدش سر در میارن از یک باری به نام Lone Tree Bar and Grill. اون بار توی مرکز شهر مینیاپولیس بود، جایی که کریس درس میخون. اونا حدوداً ساعت 10:30 شب رسیدن اونجا. حدود 1.5 ساعت بعد نگهبانای بار کریس رو برای بدمستی کردن و زیاد مست کردن و ایجاد سرصدا و آشوب بیرونش کردن و دوباره اجازه ورود بهش ندادن. اون شب هم هوا خیلی سرد بود، حدوداً -6 درجه گفتن و کریس فقط یک لباس محلی سرخ پوستی تنش بود. نه کلید همراهش بود، نه پول همراهش بود، نه موبایلی و تنها توی سرما بیرون موند. از اون به بعد کریس هرگز دیده نشد. اون محله‌ای هم که داخلش بود یک محله‌ای بود که پر از جرم و جنایت و خلافکارا و اینا بود و اصلا مکان امنی نبود براش و مطمئناً برای پرسه زدن نصف شب توی هوای خیلی سرد و اونم یادم مست اصلا جای مناسبی نیست. بعد از اینکه دیگه پیداش نشد، خانواده‌اش یک کارگاه خصوصی استخدام کردن که پیگیری کنه ببینه چی شد. اون کارگاه از شاهدهایی که پیدا کرده بود و شواهدی که جمع‌آوری کرده بود و فهمیده بود این بود که یک گروهی از مردها به یه نفر تنها حمله کردن و انگار این اتفاق درست روبروی همون بار افتاده و این خبر برای خانواده‌اش کافی نبود، چون 2 تا سگ ردیاب هم آورده بودن و فهمیده بودن که کریس توی راهروها و پیاده‌روهای اون خیابون کشته شده. یعنی روبروش اتفاق نیفتاده، توی پیاده‌رو رد بوی کریس رو انگار پیدا کرده بودن. همینجوری چرخی خورده بود، رد بو تا پارکینگ کناری بار کشیده شده بود و اونجا چند قطره خون و یه پر قرمز خونی پیدا کردن. اون پر قرمز به وضوح از لباس سرخپوستی خود کریس بود. عجیب اینجاست که رد بو همونجا قطع شد. 4 ماه بعد جنازه کریس رو توی یه رودخونه نام میسیسیپی پیدا کردن و گفتن که احتمالاً خودکشی کرده یا یه اتفاقی افتاده که افتاده تو آب و غرق شده و این ثبت شد و میگفتن که دیگه غرق شده یا خودکشی بوده. اما چند ماه بعد از تحقیقات بیشتر و پیگیری خانواده، پزشک قانونی علت مرگ رو از اتفاقی و خودکشی به قتل تغییر داد و این پرونده سال 2015 دوباره ارسال شد برای بررسی مجدد. هیچ وقت هم حل نشد، کسی رو هم پیدا نکردن و این قتل حل نشده باقی موند. توی سال 2007 پسر 12 ساله‌ای به نام برادلی و همراه چند تا از دوستاش توی ایالت کلرادو مشغول تریک اند تریت بودن، همون که لباس می‌پوشیدن و میرفتن برای خوراکی گرفتن. دوستاش میگفتن که اوایل شب همه با هم دیگه بودن، اما همین که مشغول خنده و اینا بودن یهو دیدن که برادلی همراهشون نیست و برگشتن تا دنبالش بگردن و کنار یه جدولی کلاه کابوی برادلی رو کنار خیابون پیدا میکنن. اون شب برادلی یه لباس دستدوز کابوی پوشیده بود. چند قدم جلوتر کیف آب نباتش و اینها رو هم پیدا کردن و همش پخش و پلا شده بود، طوری که انگار یه ردی از خودش به جا گذاشته بود و اونها آخرین وسایلی بودن که از برادلی پیدا شدن. هیچ کس نمیدونه چطور بدون اینکه هیچکی متوجه بشه برادلی ناپدید شد. شاید یه لحظه از بقیه جدا شده و همین باعث شده که طعمه کسی بشه توی شبی که برای شکارچی‌های انسانی شب کاملا محبوب و باحالیه. اما یه نکته عجیب که این فرضیه رو زیر سوال میبره اینه که مادر بزرگ برادلی توی حیاط پشتیش عینکش رو پیدا میکنه، ولی بچه‌ها میگن آخرین بار که دیدن عینکش به چشمش زده بود. یعنی شاید بعد از ناپدید شدن یه بار دیگه به خونه برگشته، اما بعد از این دیگه هیچ اخبار و اطلاعاتی در موردش منتشر نشد. برادلی احتمالاً مرده بود و جنازه‌ش هم هیچ وقت پیدا نشد و این پرونده برای همیشه باز موند. دیوید استون یک تحلیلگر بازار بورس، یک فرد پولدار کاملا با شخصیت، آدم آروم، بعد دیده خانواده‌اش یک شخصیت خیلی محبوبی داشت. اما چند روز قبل از هالووین سال 1988 توی یکی از مهمونی‌ها با یه نفر جر و بحثش میشه و منجر به درگیری میشه. خانواده میگن که این رفتار ازش بعید بود، چون اصلا دیوید اهل خشونت نیست. بعد از اون هم مثل اینکه سوار ماشینش شده رفته و دیدنش کنار بزرگراه نشسته و یهویی سر میذاره به بیابون، میره توی بیابون. اون روز هم چند نفر دیده بودنش. اینو یکی از کشاورزایی که دیده بوده نقل قول میکنه، میگه که دیوید توی زمینه کشاورزیش همینجوری حیرون راه میرفت، دور خودش میچرخید و با خودش یه حرفی زمزمه میکرد
توی جستجوی هیولا بود، نمیدونم یه چیزایی در مورد اینکه هیولا دنبالم و یه همچین حرفایی میگه میزد و از اون به بعد دیگه ناپدید شد قبل از اینکه برای همیشه ناپدید بشه. آخرین بار توی همون روز هالووین دیده شد و ماشینش هم 5 نوامبر کنار همون بزرگراه پیدا شد. تیم جستجو از محل ماشین به سمت شمال رفتن و 2 تا هرم سنگی پیدا کردن که دورش با سنگ‌های مثلثی پر شده بود و ساعت رولکس دیوید رو کنار اون سنگ‌ها پیدا کردن. حدوداً چند کیلومتر جلوتر یک دنباله فیبوناچی، اگه درست تلفظش کنم، پیدا کرده بودن که این یک نشانه از تحلیلگری بورس و اینا هست. سگ‌های ردیاب تونسته بودن تا 14-15 کیلومتر جلوتر بتونن هنوزم پیدا کنن و رد بوی دیوید رو بگیرن، اما یهویی از همونجا ناپدید شد و دیگه رد بوی هم ادامه پیدا نکرد و کلا دیگه ناپدید. خانواده‌اش توی ماشینش یک نوشته پیدا کرده بودن که حالت رمزگونه‌ای داشت. فکر می‌کنن کلمه توی گاف صندوقه. 6 چاقو توی اتاق راب هست. چای هاتون رو بخرین و شانستون امتحان کنین. هالووین. عبارت buy your teas and take your chance یک عبارت و ضرب المثل قدیمی بود در مورد قمار کردن توی بورس و همچین چیزایی، ولی طبق عقایدی که توی عصر جدید و الان دارن اینه که 6 چاقو توی اتاق و توی خونه داشتن به این معناستش که باید از یک گذر خیلی سخت عبور کرد و اینکه خیلی ضروری هم هست. توی سال 1922 چند تا کوهنورد جنازه دیوید استون رو توی بیابون پیدا کردن. 4 سال بعد از ناپدید شدنش هیچ کس نفهمیده بود که این اخلاق عجیب غریب و این رفتارش علتش چی بوده، اما نشونه از جنایت هم وجود نداشت، ولی هر چی بوده هست و این پرونده بازموند. توی سال 1981 یک زوج اهل منهتن به نام رونالد سیزمن و الیزابت پلسمن توی آپارتمانشون واقع در گرینویچ ویلیج به طرز وحشتناک و وحشیانه‌ای کشته شدن. هر دو قبل اینکه با شلیک گلوله کشته بشن قبلش به شدت کتک خورده بودن و زیر ضربه و اینها له شده بودن و کل آپارتمانشون هم به هم ریخته بود. رونالد دوست پسر الیزابت طبق گزارشایی که شده اهل مواد مخدر بوده و فکر می‌کردن که احتمالاً قتل‌ها به خاطر درگیری یا بدهی چیزی بوده. اما پرونده اینجا یه پیچ عجیبی خورد که توی زندان یه خبرچین ادعا کرد که یکی از افراد این قتل‌ها رو چند هفته قبل دقیقاً به همین صورت پیش بینی کرده بود. اون فرد هم کسی نبود جز دیوید برکوایتس، یک قاتل سریالی آمریکایی معروف که به نام پسر سام هم میشناسنش. قاتل زنجیره‌ای که سال 1976 به علت 8 تیراندازی وحشتناک توی نیویورک میگیرنش. البته اعتراف کرده بود. یه نظریه هم وجود داره که برکوایتس جزو یک فرقه شیطانی بوده و همه این قتل‌ها رو به تنهایی انجام نداده. طبق گفته اون خبرچین برکوایتس گفته بوده که فرقه‌شون قصد داره توی شب هالووین یه آپارتمان توی گرینویچ ویلیج حمله کنه و اون نیت آیینی که داشتن رو انجام بدن. اون نیت آیینی هم که بوده قتل آیینی بهش میگفتن و چند نفر باید قربانی میشدن. یه زن و مرد رو با شلیک گلوله به سر بکشه و خونه رو به هم بریزه برای از بین بردن مدرک. توضیحی که داده بود دقیقاً با مرگ رونالد و الیزابت مطابقت داشت. وقتی که از برکوایتس بازجویی کردن گفته بودن که رونالد یک سری مدارک و فیلم یکی از قتل‌های خودش داشته و می‌خواسته که از اون طریق شکایت کنه تا پرونده مواد خودش رو داپوشونی کنه و به پلیس نشون بده و از اتهامات انگار خلاص شه. اما تا امروز هیچ مدرکی از ادعای برکوایتس پیدا نشده. بنابراین چون هنوز ثابت نشده کسی نمیدونه که این پرونده قتل‌ها به پرونده پسر سام برمیگرده یا نه. شب هالووین سال 1966 ورونیکا سافرنسکی 40 ساله از شهر آرگایل مینسوتا یهویی ناپدید شد. چند شب قبلتر با یکی از دوستاش به مراسم لباس هالووین توی بار میکس بار اند گریل میرن و حدود نیمه شب دیگه دوستاش نتونسته بودن پیداش کنن. اما شاهدها به پلیس گفته بودن که ورونیکا با یک پسری به نام کوین از بار بیرون رفتن و سوار یک وانت مشکی شدن. اون آخرین باری بود که ورونیکا دیده
نشد. روز بعد ناپدید شدنش گزارش شد. یک کمربندی ازش پیدا کردن که مربوط به لباس ورونیکا بوده کنار یک روستایی که نزدیک همون محل هم بوده. جستجوی گسترده‌ای انجام شد و هیچ رد دیگه از ورونیکا پیدا نشد. از کوین، همون مردی که باش بیرون رفته بود، اومدن بازجویی کردن، سابقه‌شو پیدا کردن و سابقه تجاوز جنسی هم داشته و اینکه اعتراف کرد با ورونیکا بیرون رفته، اما به بعدش دیگه خبری ازش نداشته. هیچ وقت هم به خاطر ناپدید شدن ورونیکا هیچ اتهامی بهش وارد نشد. مقام‌های محلی گفتن که توی شهرستان مارشال جنگل‌های زیادی هست که میتونن به راحتی یک جسد رو اونجا پنهان کنن. در واقع هر سال توی آغاز فصل شکار ازشون میخواد که شکارچی‌ها دنبال یه رد و نشونه‌ای باشن حتما، چون هنوز هیچ مدرکی از ورونیکا پیدا نشده و این پرونده همچنان هنوز بازه و در به در منتظر جسدن که ببینن میتونن مدرک و شواهدی چیزی پیدا کنن یا نه. توی هالووین سال 1955 زنی به نام میریلین دیموند پسر 2 سالش استیون و دختر 7 ماهش پاملا رو به یک نونوایی توی ایسمدو نیویورک برد. وقتی رفت نونوایی، پاملا رو توی کالسکه و استیون رو کنارش گذاشت بیرون جلوی در نونوایی. 10 دقیقه بعد از اینکه از نونوایی اومد بیرون، وحشت زده، نه خبری از کالسکه بود نه خبری از استیون. یکم بعد کالسکه رو توی فاصله 1-2 تا بلوک اونورتر پیدا کرد که پاملا توش بود، ولی استیون ناپدید شده بود و هرگز پیدا نشد. از اون روز به بعد هم هیچ خبری دیگه از استیون نشد. به خیلی از پرونده‌ای که آدمربایی و بچه دزدی وجود داره اینه که آدمربا خودشون بچه رو می‌خواسته و با یه اسم دیگه اونو بزرگ کنه چون فرزندی نداشته. در طول سالها آزمایش‌های مختلف دی ان ای انجام دادن که ببینن جای دیگه‌ای کسی با نام‌های دیگه‌ای به اصل استیون دیموند زندگی میکنه یا نه. یه زمانی محقق‌ها یک شباهت خیلی نزدیکی پیدا کرده بودن به پسر توی جعبه که به استیون شباهت زیادی داشت. حالا این پسر توی جعبه چیه جریانش؟ یک کودک ناشناس که سال 1957 توی یک جعبه مقوایی پیدا شده بود، اما بعد از آزمایش‌های دی ان ای مختلف فهمیدن که اون پسر استیون نیست. توی سال 2009 یه مردی اهل شهر میشیگان به نام جان بارنز ادعا کرد که احتمال داره خودشون پسر استیون باشه، اما آزمایش دی ان ای اون فرضیه رو هم رد کرد. ممکنه که استیون الان بزرگ شده باشه و یه جای دیگه زندگی کنه و اصلا اون خاطرات رو هم یادش نیاد و یه هویت جدید داشته باشه، ولی احتمال میدن که سالها پیش قطعا کشته شده و اما جسدش پیدا نشده هیچ وقت. هنوز هم این فرضیه سرش بازه و مشخص نیستش که واقعا زنده است یا مرده و هیچ وقت هم احتمالاً فهمیده نخواهد شد. شما چی فکر می‌کنید؟ توی این پرونده‌های مختلفی که بررسی کردیم کدومش به نظرتون میتونه قابل حل شدن باشه و در موردش چی فکر می‌کنین؟ و اگه موضوع جدیدی هم دارین حتما کامنت کنین که توی ویدیوهای آینده براتون بسازیم.